اطعام روز قدیر هم از دست ندید. جاهای بزرگ فلافل بدن، نون پنیر بدن. تکی امیرالمومنین فرمود غذای خودتون رو به فقرا بدید. یه وعده چلو گوشت بدید به یه فقیر یا به یه همسایه. خدا روزی کنه ما یه کاری کنیم که فقرایی که یه سال نعوذ بالله خاک بر سر من اگر گوشتی نخوردن روز عید قدیر به برکته امیرالمومنین یه غذایی بهشون برسه. ولی به این اکتفا نکنید. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود من تضمین میکنم این پولی که میدید شما رو فقیر نکن، من جبران میکنم. اینم بابایی اون باباه، نمیخواد ماها محروم بشیم. من نیازی نبود این حرفو بزنه. خدا شاهد، من این روایت رو هر جا میخوام بگم خجالت میکشم از امیرالمومنین. امیرالمومنین برای هدایت ما از فاطمه گذشته، به ما میگه یه وعده غذا بدید من تضمین میکنم ضرر نکنید. آقایی اوست، نمیخواد ما محروم بشیم. اینجا مرکز مقاومت است.